یک منبع آگاه پایگاه خبری بامداد روز 14 ایول سال 2023 خبر داد که دلشاد سیدمرادوف سرکرده گروه ربایندگان معاون اول رئیس آریان بانک شورت اسمتالایف به احتمال غالب حالا در قلمرو سرزمین‌های از سوی روسیه اشغال شده اوکراین قرار دارد. بنا به اطلاع دریافتی صبح 25 ایون که دلشاد سیدمرادوف از دوشنبه به مسکو پرواز کرد، او را در فرودگاه پایتخت روسیه همسبقان دانشگاهیش پیشواز گرفته به اوکراین به قرارگاه یکی از پایگاه‌های شرکت خصوصی عربی چویکا واگنر فرستادند. دلشاد سیدمرادوف سال 2006 رشته حقوق شناسی دانشگاه وزارت کارهای داخلی روسیه در شهر سنت پترزبورگ را ختم کرد و یک مدت در پلیس روسیه کار کرده است. رهبر واگنر ایوگنی پریگوژن که با بقاگی و پسند نکردن مقامات روسیه نام برآورده است، هیچگاه آدمانش را که اکثرا از حساب دزد و رهزن و مبعوثان سابق جمع آورده است به مقامات نمی سپارد. گذشته از این در سرزمین‌های اشغال شده اوکراین نهادهای چون پلیس درست کار هم نمی کنند. این می تواند در راه بازداشت و استرداد دلشاد سیدمرادوف حتی در صورت به این کار میل نشان دادن مقامات روسیه مشکل پیش بیاورد. به بالا این در صورت نهایی شدن سرنوشت چویکا واگنر، سیدمرادوف را می توانند به یگان نهاد دیگر گذرانند و یا به یگان پایگاه‌های دیگر واگنر، برای مثال به بلاروس یا به یگان کشور افریقا یا خاور میانه انتقال دهند، گفت امصوبت بامداد. مشکل دیگر به عقیده او شهروندی روسیه را داشتن دلشاد سیدمرادوف است. هرچند قانون‌های تاجیکستان در صف مقامات کار کردن به شهروندان کشورهای دیگر را منع می‌کند، سیدمرادوف به شهروندی روسیه چند سال در چندین نهادهای حفظ حقوق تاجیکستان کار کرد. روسیه بر اساس قانون‌هایش شهروندان خود را به کشورهای دیگر استرداد نمی‌کند. البته می‌توانند مثل عزت امان اول شهروندیش را بیکار کند و سپس به تاجیکستان استرداد یا اخراج کند، ولی برای این مقامات روسیه باید اول او را از دست چویکا واگنر بگیرند که کار آسان نیست، افزود امصوبت بامداد. مقامات تاجیکستان تا کنون درباره مکان بود و باش دلشاد سیدمرادوف بجز اینکه او بلافاصله بعد کشتن و به دریا پرتافتن جسد شورت اسمتالایف به روسیه فرار کرده است، معلومات دیگری ندادند.